در هر چیز تحقیق علم است. فکرتان باشه در هر چیز تحقیق چی است؟ علم است. ما برای یک چیز تحقیق میکنیم به خاطر که علم یاد بگیریم. در کیفیت ذات، صفات و افعال خالق سکنیم. تحقیق در کیفیت ذات، صفات و افعال خالق و پرسیدن در این امور بدعت است. بدعت یعنی یک کار ناروا هست. صحابه ای کار نمیکردن. یعنی تحقیق و پرسیدن در کیفیت ذات، صفات و افعال خالق این خودش چی است؟ بدعت است. از همین خاطر وقتی که از امام مالک رحمت الله علیه سوال شد، خوب دقیق این نقطه را دقیق شوین. از امام مالک رحمت الله علیه پرسان شد درباره آیت شریف که ثم استوى علی العرش. گفتن یا امام کیف استوى؟ استوا چطور است؟ امام مالک صاحب چی گفت؟ گفت الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعه. مالکی است. عقیده امام ابو حنیفه صاحب و امام مالک و امام شافعی و امام احمد ابن حنبل و اینی علما که است اهل سنت عقیدهشان کلش یکی است. پس در مسائل فقهی، فروعات فقهی اختلاف و اجتهادات کردن. پیش شما رتبه کلشان یک چیز است، علمای بزرگ هستند. پس از امام مالک رحمت الله علیه پرسان شد که یا امام ثم استوى علی العرش. گفت استوا چه قسم است؟ امام صاحب فوراً برشون گفت که الاستوا معلوم. گفت استوا معلوم است، آیات قرآن است، پس استوا معلوم شد. والکیف مجهول، کیفیت چه ما نمیفهمیم، برای ما مجهول است چون مربوط به غیب میشه. والایمان به واجب، ایمان به واجب است به خاطر که در قرآن آمده مجبور است ایمان داشته باشی. والسؤال عنه، و سوال کردن از کیفیت ازی چی است؟ بدعت است، ناروا هست. اینا علما، صحابه کرام، تابعین کرام این بیادبی رو نمیکردن. باز این نفر که میده مجلس 6 گفت برش میگه امام صاحب مالک گفت ما لا اراک الا مبتدعا. گفت ما که قوری تسهیل میکنم بدعتیستی، بکشینید از مجلس من. بس کنین یادم معلوم میشه که به فساد نام